جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. امروز از ابوبکر پیش می گذرم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در صحبت به اصحاب بزرگوارشان فضیلت صدقه را بازگو می نمودند. در میان آن اصحاب بزرگوار عمر خداوند از او راضی باد نیز با چهره نورانی و سینه فراخ نشسته بود و اندیشه می کرد که مال را صدقه نماید. عمر خداوند از او راضی باد گفت: امروز کاری کرده در صدقه از ابوبکر خداوند از او راضی باد پیش می گذرم. با این مقصد از جای خود برخاست و مانند باد به خانه اش شتافت و در دستش یک همیانه کلان برگشته آن را در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به آن همیانه بزرگ نگریستند و این عمل عمر را با نگاه مبارکشان پذیرفته چنین گفتند: برای اهل خاندانت چیز باقی گذاشتی؟ عمر خداوند از او راضی باد گفت: برایشان به مقدار مال آورده ام باقی گذاشتم. سپس عمر خداوند از او راضی باد در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشست و لحظه نگذشت ابوبکر خداوند از او راضی باد به مسجد داخل گردید. در دست او نیز یک همیانه بزرگتر از همیانه آورده عمر خداوند از او راضی باد بود. ابوبکر خداوند از او راضی باد آن را به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت. پس از دیدن این حالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم نموده چنین گفتند: برای خانواده ات چیز باقی گذاشتی؟ ابوبکر خداوند از او راضی باد با شکست نفسی جواب داد: برای آنها خدا و پیامبرش را گذاشتم. عمر خداوند از او راضی باد این رفتار دوستش را دیده تعجب کنان سر جنبانیده و چنین گفت: ای ابوبکر، در هیچ کار از تو پیش گذشته نتوانستم.